بله دوست عزیز، قسمی که براتون گفت و مهمان ویژه ما، کسی که همیتون دوست دارین و من هم جز از کسایی هستم که دوستشان دارم. فرهاد جان غفور، امروز خوشحال هستم که در ست بامداد خوش با ما در روز ملی ما، روز استقلال ما. سلام، خوش آمدین. سلام و صبحتان بخیر باشه. مبارک. تشکر، سلام به شما و سلام به تمام هموطنان بسیار عزیزم و روز استقلال افغانستان برای شما به کدی لباسای بسیار مقبول افغانی و همچنین به تمام مردم عزیز با شهامت و غیر خود تبریک عرض میکنم. زنده باشین. و امیدوار هستم که ما بتونیم که از این روز بسیار بزرگ و ملی خود بسیار به شکل وجه حسنش استقبال کنیم و تجلیل کنیم انشالله. و ایمل جان گفت که خیلی دوست دارم آقای فرهاد غفور و علاقمندشان هستم. من فکر نمی کنم آقای فرهاد غفور با خواندنای میهنی که خواندن در دل هیچ یک از افغانی باشه که جای نداشته باشن. در دل تمام ما افغانا جای دارن و خانه کردن و مخصوصا آهنگای زیبایی را که به خاطر وطن میخوانن. نمیفهم دلیل چی است که بیشتر دوست دارین به وطن بخوانین؟ عشق وطن شما را کشاند به این سمت که زیادتر آهنگای میهنی بخوانین؟ اول خب ما نه تنها شما را بلکه کل هموطنان خود از دل جان دوست دارم و دلیلش چیست که یک احساسی که در وجود شماست، در وجود کار افغان است و هر کس از جایگاهی که قرار داره میخواد که احساسات خود ابراز بکنه. بله. از طریق آواز یا هنر موسیقی یا از طریق کار خود، شغل خود و از طریق رضاکاری. و بیشتر شما گفتین که من در دل مردم جا دارم. من خودم همیشه گفتم که به ذات خود من هیچ هستم، یک برابر یک دانه خاشخاشم نیستم، اما هرچی که است لطف خداوند است و دعای پدر و مادر باز از لطف هموطنان بسیار عزیزم است. و چقدر یک بازبند جالب دارن آقای غفور، متوجه شدین؟ در سرش رضاکار، افغان به افغان. بله، من خب از اینجا ولنتیر ایره به خاطر پوشیدیم یکی خود دمیج ما تنان معنی بسیار از جوانا و هموطنان ما فعال هستند در قسمت رضاکاری و هر کس حاضر است که رضاکار باشه. اکثریت کسایی که با اونا ما صحبت داشتیم و در ضمن یک که مسئله افغان به افغان چرا امروز روز ملی ما شماست دیگه، با وجود از اینکه ابرای سیاه هنوز هم در سر ما شما است. بله و من نمیخوایم که انتقاد کنم و نمیخوایم که منفی گرایی کنم، به اصطلاح اگرچه دلای کل ما شما پر از درد است دیگه. بسیار مشکل است که نیست که ما انتقاد کنیم، اما به قسم انتقاد میبرایم. ما باید نمیگم که چی باید بکنیم، اما بهتر است که ما سر راه حل بسنجیم که چطور از این ابرای سیاه، از این تاریکی ها برایم، چرا بالا هر تاریکی یک روشنی است. من چند مطلب براتون امروز میگم که کوتاه که هم در جایش باشه، یکی که بار کج به منزل نمیرسه. بله. و دوم از اینکه یک مطلب نیست، من یک چیزی که در فکر ما آمد که هیچ مقام و هیچ ثروت و هیچ پول و هیچ راحت به ریختاندن یک اشک یک یتیم نمیارزه. بله. و دیگه ای که خداونده که ما به او عقیده و ایمان داریم همه گپای ما رو میشنوه و همه چیزایی که ما میکنیم رو میبینن و همیشه ناظر حاضر است. دیگه با نظر داشت این چیزا و با نظر داشت از اینکه افغان به افغان چطور رسیده میتونه، پیشتر خانم محترم گفتن که راستی که دیگه جای ما نداریم که بریم، دیگه راه بازگشت نیست و یک وقتی بود مردم ما خانه خود ترک میکردن، مهاجر میشدن. حالا دروازه ها هم بسته شده. ما شما میبینیم که جوانای ما در یونان در چی حال بسر میبرند، بله. دریاها غرق میشن. نه این طرف رفته میتونیم اینجا، نه اون طرف رفته میتونیم. دیگه بهتر است که ما به فکر از این شویم کل ما که ما چطور از این راه یک راه حل درست راه حل فکر کنیم. اجماع ملی نامش میمانین، لوی جرگه نامش میمانین و باید ما اختیار خود به دست خود باید بگیریم، به خاطر که تا حال استراتژی ما کار نداد. و یک چیزی که من میگم که قسم انتقاد واره میگم تا دلم پر است باید بگویم که از نگاه امی منطقی که دارم شاید بسیار کم باشه و از نگاه از جنبه عملیش که فکر میکنم هیچ چیز دو سرک کار نمیته. بله. هیچ اصلا کار نمیته. و مثلا فرض کنید یک موتر از دو تا دریور داره. یک طرف میدونه، دیگه طرف میدونه.
و هیچ امی موتر هم طرح نشده. به خاطر چرا به خاطر کار نمیده. و دقیقاً هم جایی که ما یک موتر کرده تا اشترینگ دیدیم و چیزی که وقتی که نه شما میخواین که امی بیاموزین که چطور درایو کنین یا دریوری کنین، یکی استاد می باشه باز یکی شاگرد. بله. منتها پیش شاگرد تنها اشترینگ می باشه، اما پیش استاد هم پیش شاگرد هم اکسلریتر و بریک و کلچ اینا اگه گیردار باشه است و هم پیش استاد می باشه که اگه او به خاطر عزیز که اگه شاگرد کدام شاگرد دیگه میفهمه که چیزی که نویاد است، اگه او کدام غلطی کنه استاد جلوگیری کنه که موتر منحرف نشه. این یگانه راهش نمیست. غیر از او با نظر داشت همی منطق ما بدون از اینکه مثلا همیشه انتقاد کنیم، همیشه شکایت کنیم، دیگه اینمی خانه ماست، اینمی وطن ماست. از منابع بشری بگوین، از منابع مثلا ذخایر که ما در خاک خود داریم، از تیل، از گاز. مثلا یک نفر من گفته بود کوپچ قدر میگه که ابراهیم جان عابد من روز گفت که در پروگرام قاب گفتگو گفت چی میگه که بدخشان دسترو لالونه و هر کس میگه به دشمنا که بیاین در وطن ما بسیار چیزاست دیگه. اما این راستی که ما از اون نقطه نظر غنی هستیم، از نقطه نظر زراعت، از نقطه 13 سال یک دستاورد بسیار بزرگ داریم. جوانای ما خود بسیار رساندن. این شما نمونه‌اش هستین. نام خدا این برادرای دیگه ما اینجا هستن دیگه. از این منابع ما باید استفاده کنیم، برای ازنا رویه بتیم. رویه چطور بتیم؟ با گپ نمیشه، مثلا حتی با خواندن هم نمیشه. از ما آهنگایی که تقدیم مردم خود کردیم بسیار اگر نصیحت بوده، اگر خواهش بوده، اگر زاری بوده، اگر عذر بوده باشان گفتیم. اما حال ما احساس میکنم که ما باید سر دیگر راه حل بسنجم که فکر کنم که زیادتر به درد مردم بخوره. یک گفتار نباشه، پیام نباشه، عمل هم باشه. عمل باشه، عمل. لیکن به خاطر که این دیگه چاره نیست. بسیار راه ها را، بسیار اشکال و ساختارها را ما تجربه کردیم. در گذشتم کار نداد و حالا بدبختانه کار نداد. اما با تعهد به این که ما متحد نباشیم، یک پارچه هستیم، یک ملت هستیم و همه قسم باید ما برای دشمنای خود یا همسایه‌های خود یا جهان باید امیر وانمود کنیم. به خاطر که اگر ما هم یک پارچه نباشیم، قات ما درس باشه و به اتفاقی باشه، خامخا دشمن مدرایده باشه. و اگر یک خمچه پیش آدم باشه به بسیار آسانی میشکنه، ولی چندین خمچه را که با هم یک جا بسازی هیچ گاه نمیشکنه و شکننده نیست. تشکر میکنیم از آقای غفور. چطور است که بیاین یک آهنگ از آقای فرهاد غفور را با هم دیگه ببینیم و بعد از او هم قبل از او البته پیش از او پیام‌های دوستا از هموطنای ما با هم یک جا میبینیم و من هم تشکر میکنم از آقای غفور. تشکر از شما. افغانستان د استقلال او د ازادۍ د شپږنویم کال ټول افغانانو ته مبارکي وایو او د ازادۍ مبارکي ورته وایو په دې هیله چې ټول پرامنه او خوشحاله اوسئ. 28 اسد سال روز استقلال افغانستان به تمام ملت افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. سال روز 96مین سال روز استقلال کشور خود را به تمام هموطنان عزیز با دلیل خود تبریک و عرض می‌دارم. سال روز استقلال برای همه مردم افغانستان تبریک میگم. 96مین سال روز استقلال کشور را به تمام هموطنان عزیز خود از صمیم قلب تبریک میگم. خدا کنه که سال آینده یک سال خوب دور از انفجار انتحار از این گپا باشه و به همگی تبریک تهنیت است. 96مین سالگرد استقلال افغانستان به تمام ملت افغانستان تبریک میگویم و به دو رهبر بزرگ پیام دارم که شما دو رهبر همانند شاه امان الله غازی یک الگو باشید. 96مین سالگرد استرداد استقلال کشور به همه هموطنان مبارک و امید دارم که تا سال آینده انشالله در یک محیط زندگی کنیم که محیط پر از امنیت، پر از صلح، پر از صمیمیت و خوشی باشه برای تمام هموطنان. بله، پیام‌های خیلی جالب و شنیدنی و دیدنی بود و همگی آرزوی صلح و امنیت همیشگی را دارند و آقای غفور هنوز هم با ما هستند. دوباره ازشان تشکر میکنیم که وقتشان را در این روز رخصتی در اختیار ما دادن. میریم آهنگشان را با هم دیگه میبینیم. سرکشی یار یار
دریاهای دلکشی وطن من افغانستان نامی تو زنده در جهان زیبایی و مقام تو بدل همیشه جاویدان بدل همیشه جاویدان وطن من افغانستان چشمه غرور من تو مایه سرور من تو میهن عزیز من تو عشق من تو شور من تو عشق من تو شور من وطن من افغانستان نامی تو زنده در جهان زیبایی و مقام تو بدل همیشه جاویدان بدل همیشه جاویدان زمین باستان چی مردمان مهربان چی بیرقی در اهتزاز بنی لگونی آسمان بنی لگونی آسمان وطن من افغانستان نامی تو